استقلالیت انرژتیکی از هدف‌های استراتژیک و نشانداد اصلی برای پیشرفت اقتصادیات محسوب می‌یابد. در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با بنیاد نظام یگانه و با کار انداختن اقتدارهای بزرگ انرژتیکی نائل گردید. یکی از دستاوردهایی که بر رشد اقتصاد ملی تأثیر بیشتر دارد این پیشروی‌های ساحه انرژتیکی کشور میباشد. امروز استقلالیت انرژتیکی در سیاست پیشگرفته پیشوای ملت یکی از هدف‌های اساسی به شمار می‌رود. با مقصد پیشگیری از تلفات نیروی برق و ثمراناک و عاقلانه استفاده بردن آن 15 اپریل سال 2025 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با قانون‌هایی که مجلس نمایندگان و مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول و جانبداری نمودند امضا گذاشتند. یکی از آنها قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن الوه‌ها با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان میباشد. لایحه این سند در اساس سفارش پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان که 27 مارس سال 2025 در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان داده شد از جانب وزارت عدلیه تهیه گردیده است. بعد از به امضا رسیدن قانون مذکور ما کارمندان ساحه انرژتیکا باید برای استفاده برای صرفه‌کارانه و ثمراناکی نیروی برق به همه نمود استفاده برندگان برق بیشتر کارهای فهماندهی و دستور و سفارش‌ها اوهید برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته در این سمت کارهای ضروری را به راه مانیم. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن الوه‌ها با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دخالت کردن با تجهیزات‌های حسابی برقی با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده برای قوه برق یا بپیوست شدن با تجهیزات حسابی برقی استفاده بردن قوه برق جوابگری جنایتی مقرر شده است. یکی از ساحه‌هایی که بعد از به دست آوردن استقلالیت دولت زیر توجه رهبریت عالی مملکت قرار دارد این تامین استقلالیت انرژتیکی در کشور ما به حساب می رود. خوشبختانه با ابتکار و تشبس‌های فرزانه ملت دهها انشاءات‌های گیدروانرژتیکی در تاجیکستان ساخته مورد استفاده قرار داده شدند و روند ساختمان و بنیادکاری در انشاءات عظیم عصر نیروگاه راغون با مرام جریان دارد. البته در برابر ساخته به استفاده دادن نیروگاه‌های عظیم گیدروانرژتیکی در جمهوری تاجیکستان از هر یک شهروند کشور عزیزمان مسئولیت استفاده بری ثمراناک آن را تقاضا می‌نماید. گفتم به مورد است که با مقصد تحکیم استقلالیت انرژتیکی استحصال انرژی برق در کشور سال تا سال زیاد می‌گردد. در این سمت عاقلانه و ثمراناک استفاده بردن نیروی برق در ولایت ختلان تدبیرهای سودمند روی کار آمده با برنامه و لایحه‌ها بهر پیشگیری نمودن از تلفات و در سمت عاقلانه و ثمراناک استفاده نیروی برق از جانب مسئولین کارهای لازمه انجام داده می شود.